سلام، خوش اومدین به این ویدیوی سرور گادکرافت، درباره گادکرافت. تا آخر این ویدیو نگاه کنید و با سرور گادکرافت، سرور SMP و ماه رمضان آشنا بشید. و اگه خوشتون اومد لایک کنید، ساب کنید و حتما نظرتون رو درباره ویدیو، درباره سرور توی کامنت ها بگید، ممنون میشم. و حالا بریم سراغ این که اصلا سروری که قرار زده بشه قضیهش چیه. سرور گادکرافت یه سرور SMP و قرار توش با هم چندین نفر بازی کنن. سرور گادکرافت پلاگین های زیادی نداره، فقط کلا 2 تا 3 تا پلاگین داشته باشه. اونم مثلا اولین پلاگین معروف اون ویچته که برای ارتباط بهتر، و پلاگین دوممون برای قفل چست هاست و احتمالا هم پلاگین سوم چان کلیم باشه که احتمال 50% بذاریمش 50% نذاریمش معلوم نیست، ولی هرچی که بشه. این از قسمت پلاگین ها. حالا قسمت این که برنامه هامون توی سرور چیه. برنامه هامون جالبه. مثلا برای برنامه هامون اینه که مثلا دیگه انقدر خشک و بیمزه نباشه. برای منظورم چیه؟ مثلا میگم اول اینکه وارد سرور میشیم، مثلا میگم من این وای میستم، آقا مثلا به شما میگم آقا هر کی میخواد قبیله و خوش درست کنه بره اونور، هر کی میخواد تنها باشه سینگل باشه بیاد اینور، هر کی هم که خب دیگه قبیله یا اونوره، مثلا یه قبیله اونوره، یه قبیله اونوره، یه قبیله اونوره، هر کی با قبیلهش میره. مثلا این قبیله با خودش میره، این قبیله با قبیله خودش میره، این قبیله با قبیله خودش میره و اونایی که تنها هم که عکسشون جدا میشن میره. و اینکه مثلا میگم حالا قضیه قبیله‌ای و اینا چیه؟ قضیه قبیله اینا مثلا اینه، مثلا یه قبیله اینه، مثلا یه قبیله اینه و یه قبیله هم مثلا میگم این. خب این دو تا قبیله مثلا میخوام با هم جنگ کنن، دیگه جنگ نداریم. مثلا توی سرورمون قرار جنگ هست و یک قانونایی هست. مثلا قانون این که اگه بخواین این دو تا قبیله با هم جنگ کنن نمیتونن همگی با هم جنگ کنن. قانون جذاب و جالبی هست که حتما مثلا میگم چجوری با هم ارتباط پیدا کنیم، قانوناشو حتما بهتون میگم. حتما یه ویدیو دیگه بهتون میگم که چجوری با هم ارتباط پیدا کنیم برای اینکه تو این سرور بیایم، حتما بهتون میگم. آره خلاصه بگم که خشک و خالی نیست که فقط بیای توی سرور رو همینجوری خشک و خالی بازی کنی و خشک و خالی همینجوری فقط بازی کنی برای خودتو، مثلا فول دایمن بشی نه فول آیرن بشی. یه خشک و خالی نیست و میتونی با بقیه بجنگی و دزدی کنی. یعنی منظورم این که قانونه برای دزدی نکردن نیست، منظورم که حالا میگم دزدی کردن چجوری به چه جور مثلا دیگه جرم نیست. ولی خلاصه بهتون میگم که قراره بهتر کنیم توی با این برنامه‌های جالبی که براتون ده. حتما میگم دوباره یه ویدیو میگیرم با هم ارتباط داشته باشیم. بعد توی اون ویدیویی که چی میگم بهتون میگم که مثلا قراره چجوری باشه، خودتون متوجه میشین توی سروری. حالا اونه گزینه آخر، اونم اینکه آیا این سرور رایگانه یا این سرور پولیه. متاسفانه پولیه. چرا؟ چون که اول اینکه 3 تا ادمین داره، دو اینکه اگه ما بخوایم رایگان براتون رایگان سرور براتون بذاریم خیلیاتون براتون دیگه مهم نیست و نمیاین تو سرور. یعنی این سرور رایگانه، هر وقت دلم میخواد میرم، هر وقت دلم نخواد نمیرم. هر وقت ازتون پول بگیریم میاین، من نخواستم این پول دادم میام. و دلیل سومش هم اینه که اگه پولش ما بگیریم اضافه اون مقدار پولی که خودمون میذاریم یه سرور بهتری رو برای شما اجرا میکنیم، سرور بهتری رو به شما میدیم که بازی کنین توش. و مثلا همین که مجبورم مثلا یه مقداری بگیرم. حالا اون مقدار چقدر؟ کلا 20,000 تومنه.
آره کلا 20000 تومنه که حالا میگم تو اون ویدیو بعدی میگم که چجوری با هم ارتباط برقرار کنیم و اینا. و حتما براتون میگم که کلا دو تا روش بیشتر برای پرداخت میذاریم که لینک دونیت و یکی شماره کارته. لینک دونیت برای چی؟ حالا چه اصلا دو تا روش استفاده میکنم. لینک دونیت برای اونایی که مثلا میتونن راه دور و با گوشیشون ارسال کنن پول رو، منظورم میفهمید دیگه، با گوشیشون راحت میتونن ارسال کنن و لازم نیست به آبر بانک برن. البته با همون شماره کارت هم برن کافیه، ولی خب لینک دونیت هم میدم. شماره کارتم برای اونایی که مثلا نمیتونن از با گوشی پرداخت کنن، ندارن اینا، میتونن برن جا آبر بانک پرداخت کنن و میتونن بعد توی پیام رسانی بهشون میگم به من اطلاع بدن. و اینم از این. پس امیدوارم از این که این مثلا میدونم حالا با برنامه‌هاش دقیق آشنا نشدید، ولی برنامه‌اش گفتم دیگه، مثلا قبیله‌ای میتونیم جنگ کنیم، قانونای سختی نیست، بیشتر قانوناش برای طنز و بتونیم با هم شادی کنیم، بتونیم کلا کیف کنیم دیگه، ما کلا با هم بازی کنیم. فقط یک چیزی که هست این که فقط چی نیست، منظور این که منظور فهمید چیه؟ اصلا چی نفهمید منظور این که یه چند ماه نیست، فقط یک ماه رمضان، یعنی 24 فقط برای ماه رمضان، فقط اون یک ماهی که بازی میکنید و میتونیم با هم قشنگ کیف کنیم، بازی کنیم. و یک چیز دیگه هم هست که ما 3 تا ادمین برای این سرور، یه ادمینش خودم هم پسرم، 2 تا ادمین دیگهش که دخترم و اونها دخترها از من خواستن که برای این سرور حتما پلیر دختر باشه، یعنی الان اومدن که پلیر دختر باشه و این نباشه که همش پسر باشه. اگه تونستین حتما با خودتون دختر بیارین، وگرنه ادمینای دختر من پاره میکنن. حالا تو خلاصه من تو ویدیو گفتم تا میتونین بیارین دختر، بیارین پسر باشه، همه پیش هم دور هم بازی کنیم. به هر مقداری که پلیر بیاد توی سرور به همون مقدارم پول بیشتری دریافت میکنیم، به همون مقدارم سرور بهتری رو برای شما اجرا میذاریم و اینجا میتونیم بیشتر لذت بریم از سرورمون، میتونیم کنار هم کیف کنیم. دو دایمه داشتم و اگه برای خودم هاردکور بزنیم سرور، اگه یه دونه دایمه بعد اینکه یک بار یه برنامه‌اش رو بگم، یه بار یه برنامه سرور رو. پس این بود دیگه، اگه مثلا یک قبیله اینجاست، مثلا یک قبیله اینجاست، مثلا قانون اینه که این قبیله بخواد به اون قبیله حمله کنه، باید این قبیله یکی برسونه به این قبیله که آیا آماده است. اگه آماده بود این قبیله حمله کنه به این قبیله. دوزی هم که حلاله، دوزی از قبیله حلاله، قبیله از سینگل حلاله، دوزی حلاله، اما به شرطی که دزدی باشه. منظور این که نرین سازه بقیه رو خراب نکنید، فقط این که هر چیز مثلا چستاشون قفل نکرده باشه میتونیم برداریم. و این که یه چیز دیگه حتما درباره این قانون این سرور و برنامه‌اش یه دونه ویدیو قشنگ میگیرم. این بیشتر فقط به خاطر این بود که در پرداختش و اینا بگم و اینکه شما رو کمی آشنا کنم. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید تا آخر و امیدوارم که خوشتون بیاد از این ویدیو. و اینکه یه چیزی درباره کانال بگم، کانال بیشتر آموزشی ماینکرافت میذارم، کلا برای ماینکرافته. خب این سرور کلا برای ماینکرافته و چیزی که از ماینکرافت میاد آموزشیه تا بعدها اگه داستابامون رفت بالا، مثلا کمی خودمون گرفتیم بهتر شدیم، بعد بریم مثلا یک گیم مودی هم بازی کنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. اگه تا آخر نگاه کردین ممنون از شما. لایک، کامنت حتما بزنید و حسابم یادتون نره، به من خیلی میده.
ممنون از شما. سرور گادکرافت رو برای ما رمزون یادتون نره.